تا حالا به این فکر کردی که چرا وقتی ازدواج میکنی باید حلقه بندازی؟ اصلاً این حلقه از کجا اومده؟ یه تیکه فلز که توی دنیا کلی داستان پشتشه و همه قبولش کردن. قراره با هم بریم سراغ گذشته و کشف کنیم این حلقه کوچیک چطوری شد نماد عشق و تعهد. بیا شروع کنیم. بیایید برگردیم به 4000 سال پیش، به مصر باستان، جایی که همه چیز پر از راز و نماده. مصری ها عاشق نمادها بودن، از طراحی معابد گرفته تا زیورالات ساده‌شون. خب مصری ها یه چیز خیلی جالب داشتن. اونا دایره رو نماد جاودانگی میدونستن، چون دایره شروع و پایانی نداره. یه جورایی شبیه عشقی که قراره هیچ وقت تموم نشه. البته امیدواریم. این ایده دایره براشون انقدر خاص بود که تصمیم گرفتن ازش توی ازدواج هم استفاده کنن. نتیجه این کار شد حلقه ازدواج. حلقه هاشون اصلاً شبیه حلقه های طلایی و الماسکاری شده امروز نبود. اونا حلقه هاشون رو از چیزی مثل گیاه نی، چرم یا حتی شاخه های درخت درست می کردن. ظاهرش خیلی مهم نبود، مهم این بود که عشقشون رو نشون بده. حالا یه نکته جالبتر، مصری ها همیشه حلقه رو روی انگشت 4 دست چپ میذاشتن، چون باور داشتن یه رگ خاص از این انگشت مستقیم به قلب میرسه. اونو رگ عشق یا ونا آموریس میگفتن. حالا شاید بپرسید این رگ واقعا وجود داشته؟ متاسفانه جواب این سوال نه هستش. علم امروزی میگه همچین رگی وجود نداره، ولی خب کی به علم اهمیت میده وقتی داستان انقدر رمانتیکه؟ مصری ها انقدر عاشق این ایده بودن، انقدر ازش استفاده کردن که کم کم این باور به فرهنگ های دیگه هم منتقل شد. انگار یه حلقه ساده از نی و چرم میتونست رمزهای زمان و مکان رو رد کنه و وارد تاریخ بشه. خیلی خوب، حالا از اونجا بریم جلوتر به 2500 سال پیش، روم باستان، جایی که این حلقه ساده یه معنی کاملا جدید پیدا کرد. رومی ها دیگه علاقه‌ای به نی و چرم نداشتن. گفتن ما فلز داریم، بیاید از آهن و برنز استفاده کنیم، چون فلز محکم و موندگارتر بود. یه جورایی انگار با این کار داشتن میگفتن عشق ما هم باید همینقدر محکم باشه. اما چیزی که تو روم باستان جالبه معنی حلقه برای اوناست. رومی ها به حلقه به چشم یه نماد مالکیت نگاه میکردن. وقتی مرد به زنش حلقه میداد انگار داشت میگفت خب حالا تو مال منی. خیلی عاشقانه نیست نه؟ ولی خب اون زمان این نگاه خیلی طبیعی بود. حالا بیاید از حلقه هاشون بیشتر بدونیم. توی همین دوره بود که اولین طراحی های خاص روی حلقه انجام شد. مثلا حلقه هایی که روی اونها حکاکی های نمادین داشتن. یکی از معروف ترین ها حلقه هایی بود که تصاویر خدایان رومی روشون حک شده بود. انگار یه جور امضای عشق و قدرت بود. یه نکته دیگه که رومی ها اضافه کردن نقش و نگارهای خانوادگی روی حلقه ها بود. این حلقه ها بیشتر شبیه یک سند ازدواج مدرن بودن. وقتی به کسی حلقه میدادی انگار داری روش یه مهر قانونی میزنی. حالا بیاید چند قرن جلوتر بریم به قرون وسطا، جایی که کلیسا حلقه ازدواج رو گرفت و به سطح کاملا جدید برد. اونا اینطوری گفتن که حلقه ازدواج نباید فقط یه قرارداد ساده باشه، باید یه معنی عمیق‌تر داشته باشه.
کلیسا حلقه رو به مراسم‌های مذهبی آورد و یه جورایی بهش معنای روحانی داد. این دوره همان زمانی بود که جملاتی که در فیلم‌های عاشقانه زیاد میشنویم به دنیا آمد، مثل تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا کند. این جمله ها از جنس همون حلقه هاست، موندگار و جاودانه. تو قرون وسطا حلقه ها شروع کردن به خاص‌تر شدن، طراحی‌هاشون خلاقانه تر و عاشقانه تر شدن. مثلا بعضی از حلقه ها به طوری ساخته می شدن که وقتی کنار هم قرار می گرفتن یک شکل خاص مثل قلب یا تاج رو تشکیل می دادن. یه جورایی انگار می خواستن بگن عشق ما فقط وقتی کامل میشه که در کنار هم باشیم. رمانتیک تر از این فکر نکنم چیزی باشه. حتی بعضی از حلقه ها طوری طراحی شده بودن که وقتی بازشون میکردی توشون یه پیام مخفی پیدا میکردی، مثل یه نامه عاشقانه کوچیک که همیشه همراهت باشه. این حلقه ها بیشتر بین اشرافزاده ها و خانواده های سلطنتی محبوب بود. جالبه بدونید در این زمان با گسترش تعاملات تجاری و ازدواج‌های بین فرهنگی میان اروپا و جهان اسلامی، حلقه ازدواج به شکل یک نماد عشق و تعهد به تدریج وارد مراسم ازدواج در فرهنگ اسلامی شد و امروزه در بسیاری از جوامع اسلامی حلقه به عنوان یک هدیه نمادین، جزو مهریه و یا هدیه ازدواج استفاده می شود و معنای اسلامی به خودش گرفت، تعهد دو طرفه و وفاداری. کمی جلوتر برویم. تو سالهای 1400 میلادی حلقه های ازدواج یه تغییر اساسی کردن. تا اینجا حلقه ها معمولاً ساده بودن، از آهن یا برنز، بدون هیچ تجملاتی. اما توی رنسانس چی شد؟ حلقه ها وارد یه عصر جدید شدن. دیگه خبری از فلزات معمولی نبود. حلقه ها از طلا ساخته می شدن و تازه برای اولین بار الماس هم بهشون اضافه شد. چون اون موقع مردم فکر می کردن که الماس سخت ترین ماده دنیاست، یه سنگی که هیچ چیز نمیتونه بشکنتش. اونا این سختی رو به عشق نسبت دادن و گفتن عشق واقعی هم باید همینقدر محکم و نشکن باشه. اما کی بود که برای اولین بار این کارو کرد؟ داستان از یک شخصیت تاریخی مهم شروع میشه. آرشیدوک ماکسیمیلیان اتریش. در سال 1477 آرشیدوک تصمیم گرفت برای نامزدش ماری بورگوندی یه حلقه خاص بسازه. این حلقه از طلا بود و یه الماس براق روش داشت. انگار با این حلقه میخواست بگه عشق من همیشگیه، مثل این الماس. این کار آرشیدوک باعث شد که حلقه های الماسدار کم کم تبدیل به یک ترند جهانی بشن. اشرافزاده ها و خانواده های سلطنتی عاشق این ایده شدن و از اون موقع بود که الماس به یه پای ثابت حلقه های ازدواج تبدیل شد. حالا میرسیم به زمان حال، جایی که حلقه ازدواج دیگه یه رسم محلی یا مخصوص یه فرهنگ خاص نیست. حلقه تبدیل شده به یه نماد جهانی از عشق و تعهد. امروزه فرقی نمیکنه کجای دنیا زندگی کنی، حلقه ازدواج یه پای ثابت هر مراسمیه، از حلقه های ساده طلایی گرفته تا اونایی که پر از الماس و سنگ های قیمتی هستن. هر حلقه یه داستان خاص خودشو داره. امروزه حلقه انگار تبدیل شده به زبانی که همه دنیا میفهمنش. توی مهمونی وقتی حلقه رو دست یکی میبینی بدون اینکه حرفی بزنه میفهمی که این آدم یه نفر خاص تو زندگیش داره. ولی یه چیزی جالبه، با اینکه حلقه ازدواج همه جا هست، هر کسی قصه خودش رو توش پیدا میکنه. یه زوج شاید حلقه‌ای ساده بگیرن که نماد سادگی عشقشونه،
یه زوج دیگه ممکنه حلقه های پر از الماس انتخاب کنن چون میخوان عشقشون رو مثل یک گنج نشون بدن. حتی امروز هم حلقه ها دارن تغییر میکنن. مثلا بعضی ها از حلقه هایی با طراحی های مدرن یا حتی از متریال های جدید مثل چوب یا کربن استفاده میکنن. مهم نیست چه شکلی باشه، حلقه همیشه یه چیزو میگه: من اینجا یه نفر خاص دارم. خب اینم از داستان حلقه ازدواج تا به امروز. یه نماد ساده که از 4000 سال پیش تا حالا راه درازی رو اومده، ولی هنوز همون مفهوم قشنگ عشق و تعهد رو داره. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، با دوستاتون به اشتراک بگذارید و کانال گامالوپ رو دنبال کنید. داستانهای جذاب دیگه‌ای تو راهه که نباید از دست بدید. زنگولرم باید بزنید که وقتی ویدیوی بعدی اومد اولین نفر شما باشی که میبینید. تا داستان بعدی مراقب عشق و حال خوبتون باشید و یادتون نره هر چیزی تو دنیا یه داستان داره، حتی حلقه روی دستتون.